این طلبیدن در اسلام خودش حرامه. نه بسوای چی مولا باشه، چی شیخ باشه، چی کسی باشه، طلبیدن حرامه. برای چی میگن که از جوگی هر چی که میطلبه کن نخره که فقر میاره. برای که طلبیدن حرامه. اونها را که میخره ما در گناه اونها شریک میشیم. جوگی هم برای اون نیامده که مثال بطلبه، باید اونها هم مشغول کار باشن. ببینید در صحیح بخاری میگه کان زکریا علیه السلام نجارا. پیامبر میگه حضرت زکریا پیغمبر استوگی میکرد. و همچنان حضرت داوود هم میارد که مقصد او چی میبافت؟ رنگ برنجیله دوری چیزی آهنی میبافت و با همه ای مهنتی دستش پول میگیرید. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجتهایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. از پرستاتیت تست پیشاب نمودن و ضعیف بودن مردانگی تنقیسی میکشید، پس این مشکلی حل است و شرکت شفافرما زنگ زده امپیلوس اپیمدینای پاستای خود را زکاس نموده دسترس مینماید. اپیمدینای پاستا استحصال ترکیه بوده و بسیاری کسلی ها به مثل پرستاتیت، گرمونی تستوسترون پس بودن و همچنین تنه را به قوت نمودن، مردانگی ضعیف داشتن یاری خود را میرساند. میتوانید زنگ زنید، داروی خود را دسترس نموده مشکلی خود را حل کنید. سلام علیکم برادران. بسیاری شما دارو برای گرده میگفته. مرحمت برادر ای فیرم شفافرما به شما پیشنهاد میکنم، هم برای سنگ نمک گرده همچنین برای وسپالینش. مرحمت زنگ بزنید، به همه شهرها دسترسی میکنید. کسی طمع میکنه، کسی میطلبه وقار و هیبت خدا میگیره. یعنی دیگر نه گپش تاثیر داره، کچم که نزدیک به مردم میگریزه دیگه قطعی سلام هم نمیکنه، میگوزی سون میکنه. خب برای ما بفهمانید که تاجرانی که شریکی دارند در سودا ولی پنهانی از شریک خود در بالای بار چند سال پنهانی میمونند و شریک خود را از این خبر نمیکنند، پول پنهانی گرفته بود چی حکم دارد؟ شخصی که باید تاجر میگوید که من با تو 10 یا 20 روبل میتیم، برازگی این شخصی که بار روان میکند از اون نرخ را پنهان میکند و از اینجا هم پول کار میکنند. خیلی هر چیزی که برادر پنهانیشی حتما او برادر عزیز خیر ندارنی. من مثال اگر معین کردم این باری من 100 سوم بفروش، خب تو باید 100 سوم بفروشیش. لیکن اگر اجازت دادم که من 100 سوم در دستی تو دادم دادر جان چندی میفروشیش، هاری تو من 100 سومی حساب کرده بتی، انا اینجا دا باید درست میشه. لیکن اگر به شرطی که از صاحب مال اجازت نگرفتی این کار نکنی که برای تو حرام. هیچ کار از صاحب کار پنهان نکن. بپرس، اگر اجازت داد انشاءالله 150 میفروشی، 200 میفروشی، او کاری تو دیگه برای تو حلال میشه. خب زنی که حامله دار باشد با واسطه جراحی کودکش گرفته شود، نفاس و
برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونی با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قد نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر. این یکم آیه به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیه إنا أعطيناك الكوثر. هر یک آیه میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصلی وطن اقامتی را خب در باب مسافری در کتاب سواد میگذارد. خلاص همه وقت یک وطن اصلی مقصد همون تاجیکستان بود. وقتی آمدی اینجا را که وطن انتخاب کردی، این وطن اصلی میشه و او را باطل میکنه. وطن اصلی تو دیگر اینجا شید. تاجیکستان دیگر وطن تو نیست. مقصد وطن تو به معنای چی؟ اونجا که تو رفتی علاقه تو وابسته به نیت تای. تا 15 روز نیت داشته باشی تو مسافری میخونی. نیت تای 15 زیاد باشه پر میخونی. برای دیگر وطن تو اینجا است. وطن تو دیگر اونجا نیست. خانه پدر و مادر هم که رفتی تو مسافری. این مسئله همون وطن اصلی و اقامتی. یعنی هر جورا اگر اینجا نوازی ترک کردی و با ایرکوتسک رفتی، با وطن اصلی ایرکوتسک میشه و اینجا را باطل میکنه. انا مسئله زنی را که مثال به طریق جراحی هم که بگیرد، برادرای عزیز در محمود الفتاوا همین را آورده است که فرق ندارد که مقصد انا زنکا مثال اپراسیا کرده بگیرنم، بعد همون حتما همون نفاس شمی پایه، همون عادتی که میگه داشت با همون عادتش میگه او رعایت باید کنه. مثال عادتش چند روز بود، مثال هست بعضیش 20 روزه، بعضیش 25 روزه. خلاص همین نفاس یک قاعده دارد که اگر به شرطی که همون اینها را میگه همون عادتشون اعتباره. یکی زنهایی که اگر خون بیاید، خب این اگر 20 روز دید که دیگه خون ندید، میگه در همینجا بین یک نماز بیسته. مثال ای پیشین تو اصلا دیگه کنه خون نیومد، زنک میتونه برای و غسل کنه، خب نمازی میشوه، نمازش هم میخونه و همچنان خانه‌داریش هم میکنه. یکی مبادایی که پگه با خون آمد، پگه خون آمد باز میستن زیرا که نفاس هست. نفاس همون خونی بعدی کودک تا 40 روز هست اکثرش، اقل نداره. کم 40 که نه حیض اکثرش 10 روز هست، کمترینش 3 روز. ولی نفاس کمتری نداره ولی اکثر داره 40 روز. با همین باید میبینه 3 روز که آمد و با خوش چی با یک وقتی نماز دیگه میکنه که نه آمد با همون غسلش هم میکنه، با نمازش دوام دادن میگیره. همین خیلی تا روز همون چیلچه رفتن میگیره. خب السلام علیکم آقای. شما میگوید که سه بیگه و پنجشنبگی کردنش درست است یا نه؟ برادران ماشینا که دست همین روستند اول ته اوز هم دستی روست ایستاگین اما هم مز میگن بیان ماشیناش رو بیان در خوری هم زندگی یوشم بیان میگم گیرم ماشینا در باری ته باشن که اگر خدمت برد بیشود دستی روست اپنی همی خونه همه اینو را بنیمه ایسم با بچه میبرن میرم شما خواهدین. خب یعنی مقصد ما گفتیم شما چی میگوید مقصد من سه بیگه و پنجشنبگی کردن درسته یا نه؟ برای چی وقتی پیش میگه درست بودن ولی درست نیست؟ یعنی همین مقصد برای ما شرطه. من برادر عزیز انا وقتی بعضی مسئله ها را بیان میکردم انا عادی کده میگفتیم، ساده کده میگفتیم، ولی برای کسایی در کار بود که همین مسئله را یکان رنگ دیگر بتن
و همین دیگه خیل برسونن. بعد همین بینادا بعد همین بعضی هرچی میگفتن. ولی برادرای عزیز در مسئله همین سیبگه، پنجشنبه، هفت، چیزهایی که از بعدی مرده میکنید، یک چیز فراموش نکنید. پنجم خف کنید. خب یک چیز فراموش نکنید که عقیده خودمان اهل سنت و الجماعه همینه که نفری که از من میگذره بعد 3 روز خانه من مصیبت داره، بعد 3 روز برادر عزیز ما میتونیم که خیر و احسان کنیم و بر روح مرده هامون ببخشیم. یعنی عقیده ما نمیه که ثواب خیر ما احسان ما بر روح گذشته ها میرسه. خب یعنی عقیده ما نمیه. ما مقابل خیر و احسان نیستیم، مقابل هم نیستیم که یعنی ثواب ما بر روح مرده هامون نرسه، نه میرسه. مذهب ما هم همینه، شافعی مذهب ها هم همینه. اگرچه در شافعی ها هم بین مجتهداش اختلاف هست، زیرا شافعی 2 مذهب داره، هم مذهب جدید داره هم قدیم. ولی در نزد مالکی ها و حنبلی ها هم ثواب صدقه بر روح گذشته ها میرسه. ولی اینجا نازکیش همینه، 2 چیز همین صدقه های ما و شما را با کراهیت و مکروه تحریمی میبرد. یک روز معین کردن، یک نام گذاشتن. باید ما روز معین نکنیم. میپرسن همون روز قور ماندنش کی بود؟ بعد از همون روز حساب کنه 1 2 3 انا همین روز میتونی که مقصد 3 دیگر را کنی. انامیش در اسلام برادر عزیز وجود نداره. یا نامش میگذاریم بچه ها خیلی هفته پدر مای یا سال پدر مای، انامینا را اجازه نمیده در کتاب ها. از آن جمله 10 ها فتوای مذهبی ابو حنیفه رحمت الله علیه اجازه نمیده. مثل چی محمود الفتاوا باشه یا چی برادر عزیز انا بگیم منبع العلوم محمد عمر سربازی باشه، چی احسن المقصود فی توحید المعبود باشه، چی کتاب رد المحتار باشه. کتاب های اکثر مذهب من همین 2 چیزا میگه، از باره صدقاتون بگیرین و بعد خیر احسان برای گذشتهاتون کنید. ان شاء الله این بعد به کراهیت میشه. خیلی چقدر مرز چی میشه؟ ایچیه؟ خوشم پس مانده سگ یا گربه به نماز میکنه آواره. پس مانده سگش به نماز میکنه و گربهش نیم. آبی که ای سگ میچکد به نماز بره، آبی که در تنه سگ هم باشه در تنت پرید به نماز میکنه. قهقهه بالغ در نماز طهارت میشکنه. اگر باشد در نماز باشی هم طهارت میشکنه هم نماز طهارت میکنه. لیکن نابالغ باشه نه نماز ویران میکنه نه طهارت میشکنه. قهقهه وقتی خنده میکنه. خیر خداوند ایمانای کامل تون تا برادر عزیزم وقتاتون خوش نگرم داره و عزت دنیا و آخرتون بتوان. حدیث های پیغمبر خدا در این باب خیلی بیشمار است. یک تای دیگرش که یک جالب کننده دقت ما و شماست. رسول الله چی گفتن؟ گفتن انا، اشاره به سوی خود کردن، من و شاب طایب و جوان توبه کننده و من که هاتین، انگشتاش برداشتن رسول اکرم گفتن مثل همین 2 هست. و اشاره بالسبابه والوسطى، اشاره به سوی انگشت سبابه کردن، اشاره به سوی انگشت وسطا کردن. گفتن من و جوان توبه کننده مثل این 2 انگشت در جنت نزدیک هستیم. الحمدلله که
باوری کامل است که ما و شما در پهلوی پیغمبر خدا هستیم، زیرا رسول اکرم خود وعده کرده است که هاتین و اشار بالسبابه والوسطی. دیدین گفت به همین منزله گفت جوانها بر من در جنت نزدیک هستند. برو در خدمت پیر مغانی، بکن طاعت به هنگام جوانی. به پیری قوت طاعت نماند، به پیری قوت طاعت نماند و یا قابیز تو را فرصت نماند. خدا رحمت کنه جنونه. حضرت میگه تو در خدمت پیر مغانی برو، تو خدمت رسول اکرم در سر بفرار، تو پیرو پیغمبر خدا شو، بکن طاعت به هنگام جوانی. حالت جوانی تا غنیمت بشمار، در حالت جوانیت خدا در نزدیک شو. برای چی؟ با پیری قوت طاعت نماند. این رکوعی که تو ملایم میکنی و سر خم میکنی و میره بر زمین میخیزی، این آدم پیر کرده نمیتونه. این نمازهای طولانی که تو میخوانی، زبان آدم پیر به این نمیگرده دیگر. به پیری قوت طاعت نماند، دیگر قوت نمیماند. و یا قابیز تو را فرصت نماند. دویم مشکلات شمین است که قابیز گفته ملک الموت میگد، اون ملک الموت دیگر تو را فرصت نمیته. پیری خودش یک نشانه مرگ است، تو را دیگر قابیز نمیماند. تو تکیه کننده دیگر با پیری هم نشو، بلکه اختنیم خمس قبل 50. این پیغمبر حدیثش غنیمت بشمار 5 چیز را پیش از 5 چیز. یکتش چی است؟ یکتش امین است، جوانی را پیش از پیری غنیمت بشمار. این غنیمت است. ما و شما نگیم فرداش در گمان است. فردا چیزی گمان است، این فردا را هیچ کس نمیداند. یک وجب راه است بیدیل از تو تا دامان خاک، در سر این میژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. از تو تا دامان خاک یک وجب راه است، خواه پیر باشی خواه جوان، در سر این میژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. مثل اشکی که در بالای میژه های ما و شماست که این زمان میغلطد زمان دیگر، انسان حضرت بیدل گفتن هم تحیز کخته. مگو ای تشنه فردا آب نوشم. مگو ای فردا آب نوشم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در راه طاعت بکوشم. اینا نگو تو. برای چی؟ با بوی پیری چندی نوجوانی، برفت به توبه از این دار فانی. زیرا که بسیاری جوانهایی بود که غافل بودند، به عقل بودند، اونا تکیه کردن که خیلی پیر کشیدین، حاضر قابلیت کار دارم، دو میکنم کار دنیا را انجام که دادم، بعد پیر کشیدم از همه که ماندم خدا را عبادت میکنم. لیکن حضرت گفتن با بوی پیری چندین نوجوانی، برفت به توبه از این دار فانی. لیکن با پیری نارسیده و توبه پیری را نکرده که در جوانی چکار کرد؟ سفر کرد، رفت بر جای رفت که دیگر در اونجا این کار دنیای تو دیگر سبب نمی شود. در اونجا جایی هست که دیگر برای تو خجالتی تو دیگر هیچ معنی ندارد. آدم پشیمانیش در همین دنیاست. پشیمانی را در همین دنیا بکن، در اونجا دیگر پشیمانی سود ندارد، فایده ندارد. سبعتون، انس روایت میکنه حدیثه، سبعتون یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. 7 طایفه هست در روز قیامت که خیلی روزی گرم هست، خیلی روزی دهشت هست، هیچ کس بر هیچ کس نزدیک شدن نمیتواند. چگونه که خدا در سوره و نازعات میگه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی. اون روزی است که برادر از برادر میگریزد، مادری که بجان و جیگرش فرزندش بر اون نزدیک است، فرزند دیگر نظری رحمت نمیکند.
پدر از فرزند میگریزد. همه مشغول چی هستند؟ آیا نجات میافته باشم یا نه؟ همه در این فکر هست. همان روز سایه هست، سایه عرش میگن او را. همین سایه عرش در بالای کیست؟ پیغمبر خدا را گفت 7 طایفه در زیر این سایه است. یک تایو کی است؟ شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی خدا را عبادت کرده است، در سایه عرش است. شما پشیمان نشین، شما آرزو به سوی عرق نوشیدن و زنا نکنید، بلکه شما گریبانای خدا بگیرین، بگین هزارها بار شکر خدایا ما را تو به سوی خدا در این جوانی هدایت کردی. هزارها بار شکر گفتن نماز شکرانه بخوانین، زیرا بسیار پیرانسالایی هست الحال که میگویند چرا در جوانی ما نکردیم. این افسوس را در پیری میخری. اگر به شرط بام را به پیری برسی دیگر فایده ندارد. حرکت کنین، هیچ کار صد راه شما را نگیرد. در هیچ فتنه و در هیچ ترس و وهم داده نشین، بلکه راه خدا را پیشه بگیرین. انشاءالله شما نجات میابین. عبدالرحمن ابن عوف خدا رحمت و مغفرت کند، بهترین صحابه پیغمبر خداست. وقتی که بچهش در جنگ نابود شد، دادرش در جنگ نابود شد، پدر عوف عبدالرحمن نزد پیغمبر آمد، گفت پیغمبر خدا بچه من در جنگ ناپدید شد، او را دشمنها اسیر گرفتن، چیکار کنم؟ رسول الله گفت پدر عبدالرحمن تو شکست دل نشو، تو رفته در خانه نماز بخوان، بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ قوت و توانایی نیست مگر بر همون ذات است، هر کاری که میکند او ذات میکند، تو بر او تکیه کن، پیش من شکایت نکن. وقتی که این پدر میگه آمد بالای جای نماز، طبق گفته پیغمبر خدا را که عمل کرد، هر روز میگه این کلمات میگفت. بناگاه از بین 1 ماه گذشت که فرزندش از اسارت دشمنها نجات یافت، با بزم این 100 شتر دشمن گرفته خانه پدرش آمد. پدرشان گفتند هزارها بار شکر به سوی تو ای خدایی که من تو را به عظمتیت خواندم و از تو من مدد طلب کردم. شما هم هر مشکلاتی که بالای شما میاد، هر فتنه‌ای که بالای شما میآید، شما چیکار کنید؟ جای نماز پرتوین، فقط زاره و تولا را از خدای خود بکنید، انشاءالله از همه بلاها شما نجات میابید. خدا ترسی را در دلتان، خواه جوان باشین خواه پیرانسال، البته جایگیر کنین. البته کسی که از خدا میترسد، تمام حیوانها و تمام انسها از او میترسند. من این را برای شما یک مثال میارم. وقتی بستان خواندم، بستان سعدی را، حضرت یک حکایت عجیبی آوردن در باب خدا ترسی. تماشا کنیم. همین عملی که شما الحال کردین، به نماز جمعه که میآیین، این خود خدا ترسی هست، این علامت خدا ترسی است. و الا رفیقای شما در پهلوی شما در همون کارخانه‌های کار میکردین، همونجا کار کرده ایستادن، لکن شما را چی؟ ترس خدا و ایمان شما گرفته بر همین مسجد بر وقت آورده رسانید. این ایمان شماست، این ترس خداست. حضرتی را در نظم ادرارت حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین. سعدی میگوید این حکایه‌ای که من بر شما میکنم این افسانه نیست، بلکه این را حقیقتی دارد، بلکه این در تجربه حیات انسانها گذشتگی هست. آیا این چی حکایت است؟ شما گوش کنید میگد این حکایت بیهوده نیست. حکایت کنن از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دل بر پلنگ نشست، همه رفت رهوار و مار بدست. یکی گفتش ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. یک صاحب دل، یک خدا ترس مثل شما در بالای پلنگ میگه سوار بود.
مثل ما و شما خر و اسب سوار میشیم به آسانی، او صاحب دل پلنگ به آسانی سوار شده است و در دستش یک درنده دیگر مثل مار حرکت کرده رفته است. یک شخصی میگه از پیش برآمد گفت ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. همین راهی که تو برای خودت اختیار کردی این چه خیل راه بود؟ تو از کجا چی کردی که درنده رامی تو شد، نگین سعادت به نامی تو شد؟ این مرد میگه سوالش کرد چیکار کردی که این درنده، این پلنگ است، این مارم درنده هست، اینا چیکار کردی به تو رام شدن؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن وگر ور پلنگم زبون است و مار، وگر پلنگم زبون است و مار، ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگد شگفتی مدار. حضرت میگه گفتن این پلنگی که من سوار شدم، این ماری که در دست من است، اگر ای برادر فردا ببینی که من بالای فیل سوار هستم و در دستم کرگس است، یعنی فیل هم درنده است، کرگس هم درنده است، شگفتی مدار. تو در تعجب نره، تو در تعجب نره که من فردا باز پلنگ سوار بشم و در بالای دستم اگر کرگس بگیرم. برای چی؟ تو هم گردن از حکم داور مپیچ، تو هم گردن از حکم داور مپیچ، کی گردن نپیچه از حکم تو هیچ. اگر تو هم ای برادری که سوال کننده هستی، اگر مثل من تو هم از گردن از حکم داور نپیچی، تو هم اگر پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبرت باشی، تمام این درنده ها به تو رام میشوند، همه این درنده ها به تو تسلیم میشوند، در صورتی که اگر تو چی باشی؟ از حکم خدای خود گردن نپیچی، همه اینا رامی تو میشوند. خدا رحمت کند عقبه ابن نافع یکی از سرفرمانده های اسلامی بود. میگد وقتی که رسول اکرم امرش کرد که شمال افریقا را ضبط کرده بگیر، حضرت میگد بر همون شمال افریقا حرکت کرد با همراه سربازاش. وقتی که به افریقا رسید، یعنی افریقا میگه ما و شما، وقتی که به اون موضع رسید، یکی از سربازای خود روان کرد، عسکری خودش گفت پیشکی برو کنی نظر کن که یگان موضع خوب برای ساختن خانه باشد مرا خبر بده، آنجا ما برای شما خانه میکنیم، از آنجا حمله بعد به سوی شمال افریقا میکنیم. حضرت میگر آمدن، این عسکر آمد میگر نظر کرد، یک جای خیلی موافق دید، گشت آمد پیش عقبه، گفت عقبه یک سرزمین دیدم به نهایت موافق است برای خانه، لیکن به نهایت شیر، پلنگ، شغال و مار عفیش به نهایت زیاد بود. حضرت گفتن من اونجا میرم. انسان از خدا که میترسید از درنده چرا بترسد؟ آمد میگد از پیش همون جنگل ایستاد و گفت ای گروه شیرا، ای گروه پلنگ ها، ای گروه شغال، ای گروه مار عفی، شما میدانید من کی هستم؟ من عقبه ابن نافع هستم، من از خدا میترسم، من پیرو قرآن، پیرو حدیث های پیغمبر خدا هستم. بر شما بر نرمی میگم همه تان این سرزمین ترک کنین که ما اینجا خانه میسازیم. حضرت میگد بلند این آواز داد، عسکرها در تعجب افتادن، آیا این حرف عقبه را میشنود؟ میگه از بین 1 ساعت گذشت، به خدا قسم میگد پلنگ از پسش چند بچه دارد، شیر از پسش چند بچه دارد، مارایی که چند بچه دارد، میگد سله سله از همون موضع میبرامدن. سربازا تعجب شدن، گفتن همشون برآمد عقبه بین حمله میکنیم، همشون میکشیم. نه، گفت من به اینها مراجعت کردم، همچون یک بنده خدا ترس به اینها مراجعت کردم، اینا میدانن که عقبه از خدا میترسد، از این خاطر این سرزمین برای ما و شما ترک کردن تا که ما و شما اینجا خانه بسازیم. ببین، یعنی حضرت گفتن
حکایت کنن. این حکایتی که ما کردم سعدی میگد این حقیقت دارد که این از دوره پیغمبر خدا را صحابش به وجود آمدگی است. نظر میکنیم به خدا ترسی حضرت عمر. یک خدا ترسی از حضرت عمر را به شما میگم، بعدا انشاءالله موضوع خودمان آغاز میکنیم. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتش کند که بینهایت ما عاشق عمر هستیم، عمر را بینهایت دوست هم می‌داریم، زیرا که تمام وجودش از خدا میترسید، بینهایت از خدا میترسید. رسول اکرم بیهوده نگفتند لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر پیغمبری ختم نمیشد هر آینه بعد من پیغمبر عمر بود. این گپ نمیگفت. عمره که رسول اکرم قصر او را در جنت دیده بود و حتی گفت من داخل قصر تو نشدم زیرا که غیرتی تو بالای من غلبه کرد. همان عمره که یفر من ذله الشیطان. رسول اکرم گفت عمر تو وقتی ره میگردی شیطان از سایه تو میترسد برای که تو از خدا میترسی. همین عمر عادت داشت که شبها در همان محله مدینه در شهر مدینه سیر کند، تا به روز خواب نمیکرد. میگشت مردم چی مهمات داشته باشد، چی مشکلات داشته باشد، مردم در کدام موضوع صحبت میکند، چی کمبودی ها باشد، این گونه خلیفه ها بودن، این گونه پیشواها بودن. میگد بنز یک تیزه آمد که یک زن میگد در بستر تنها خواب بود. میگد به خودش میگفت خدایا من از تو میترسم و الا اگر نترسم آتش بر این جاگه خود میزنم، یعنی زنا میکنم. میگه این سخن میگفت چند مدت است، میگفت خدایا این چند مدت است شوهر من در حرب است، در محاربه است، خدایا کی ایره میاری میرسانی، اشتهای شوهر دارم، پروردگار را از تو میترسم و الا به زنا دست میزنم. میگه این سخن میگفت. عمر وقتی میگه این سخن شنید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت در اصل انسان است آخه، اشتها دارد. در حال میگه پیش دخترش آمد حفصه. این در زمانی بود که پیغمبر که از دنیا گذشته بود، عمر در خلافت نشستگی بود. حفصه که زن پیغمبر خدا بود، دختر عمر بود. آمد گفت حفصه، گفت از تو یک چیز میپرسم. چی چیز؟ زن چند قدر طاقت دارد به شوهر؟ حفصه میگه حیا کرد. زنها یه وقت هم حیا داشتند، زنها بی نهایت حیا داشتند. امروز بین خواهرای ما و شما در کدام سطح قرار دارند؟ ما و شما هم تا دهنامون پوشیدگی بار هم نمیگیم که امر خدا تا بجا بیار، از خدا بترس. حتی همین را نمیگیم، میترسیم، غیرت نداریم، نمیدانیم که فردا ما و شما را از این فرزندا میپرسند. اینا نمیگیم، اینا نمیفهمیم. میگه حیا کرد. گو حفصه گفت حیا نکن، تو اگرچه دختری منم باشی تو مادری من هستی، تو زن پیغمبر هستی، زنهای پیغمبر مادری ما هستند. میگه حفصه طاقت نکرد، به زبان نگفت و به دست اشاره کرد، 4 ایشان داد. گفت 4 ماه میتواند که زن به شوهر طاقت کند. و میگه آیتی را از سوره بقره خواند. این آیت معناش همین است که اگر مردها از شما 4 ماه جدا شدند، شما میتونین که نزد قاضی مراجعت کنین و خط طلاق خدا بگیرین. این 4 ماه را وقتی که میگه آیت که ذکر کرد، حضرت عمر در حال آمد پرسان کرد شوهری همین زن در کجاست؟ گفتن در ایران جنگ میرود، در ایران است. حضرت در همونجا خط برآوردن که کدام سربازی که به جنگ میرود از 4 ماه زیاد در محاربه اشتراک نکند، 4 ماه پس نزد زنش حتمی حاضر شود. این سنت حضرت عمر است که در جنگ هایی که حضرت عمر تشکیل میکرد این سنت جاری کرده بود، از 4 ماه زیاد یعنی عسکر جنگ نکند بلکه آمده زنی خودش خبر بگیرد. این ترس خدا بود که حضرت
اینا مشاهده کردند و اینا در عمل جاری کردند. یک شب میگه، یک قصه دیگرش میگیم انشاءالله، بعد دعا میکنیم. قصه های عمر بی نهایت زیاد است، بی نهایت زیاد است. یک شب میگه یک نماینده از شهر آذربایجان هم خیلی شهر قدیمینه است، از نماینده های پادشاه عرب امون آذربایجان یک نمایندهش نزد حضرت عمر روان کرد. خدا ترسی را من بر شما میگم. وقتی میگه این نماینده آمد، شهر مدینه در رسید، شب بود. گفت خانه اگر عمر برم در شب تشویش می شود، شب در مسجد شب میگذرانم، سحر انشاءالله آن پیغامی که پادشاه بر من کرده است بر عمر میرسانم. شب میگه آمدم داخل مسجد در آمدم، همین نماینده آذربایجان. وقتی میگه در آمدم در مسجد نشستم، از یک گوشه مسجد میگه شب بی وقت بود، گریه می آمد، صدای گریه می آمد. کسی میگفت پروردگارا مرا ببخش، پروردگارا گناهایی که من کردم جملگی را ببخش، خدایا مرا از بندگی خود دور نساز، پروردگارا عاقبت کار مرا به خیر بساز. میگه هم تا کسی بود میگفت و دعا میکرد، گریه میکرد. بناگاه میگه من مشتاق شدم، از دعای او لذت میبردم. وقتی میگه دعاش تمام کرد و میگه در گوشه مسجد نشست، به نزدش قدم زنان رفتم و در پهلوش نشستم. گفتم ای عاشقی خدا، تو کی هستی؟ میگه حضرت به جانب من نگاه کرد، گفت من عمر ابن الخطاب هستم. میگه در وجودم یک لرزه پیدا شد، من آوازه عمر را شنیده بودم، عمر را ندیده بودم، در حالتی که عمر با پادشاه بود. میگه گفتم در این بیوقتی شب حضرت تو روز تا بیگاه مشغول هستی، شب چی میشود که راحت میکردی؟ حضرت میگه گفت ای برادر، اگر من شب خواب کنم حق این بندگی خدا را کی میکند؟ اگر روز به خواب برم حق این رعیت، حق این مردم کی به جا میارد؟ برای پسر خطاب خواب شب و خواب روز حرام است. حضرت میگه هم تا مراجعت کردن، تا به روز میگه صحبت کردیم، سحر میگه بامداد یک جایه باز در همون مسجد خواندیم و میگه به جانب من گفت یگان پیغامی داشتی؟ میگه گفتم من از آذربایجان آمدم، از پادشاه خود یک هدیه برای شما آوردم، او را میخوام که به شما تسلیم کنم. حضرت عمر گفتن خوب میشود که خانه بریم، در خانه من شما را مهمانداری میکنم، هر پیغام و هر هدیه‌ای که داری اونجا من از شما قبول میکنم. حضرت دستی او را گرفتن، میگه به خانه آمدن. وقتی در خانه در آمدن، اون زمان میگه زنی حضرت عمر دختر علی بود، ام کلثوم. فریاد زد ام کلثوم این مهمان است، یگان طعام داشته باشی نزد ما بیار. ام کلثوم میگه صدا داد عمر در خانه بجز نان خشک و کمی از ملخ پختگی دیگر چیزی نیست. خانه پادشاه که از سه یک قسم دنیا در دست حضرت عمر بود، بجز نان خشک یک کمی از ملخ پخته دیگر چیزی نیست. در خانه پادشاه گوشت بریان نیست، در خانه پادشاه نان ملایم نیست، در خانه پادشاه یگان آش دمداختگی نیست، در خانه عمر پول نیست، مال نیست، در بانک ها پول ندارد. حضرت یک کمی خشک میگه نان آوردن. این نماینده آذربایجان میگه وقتی که من زیر دندان میماندم، دندان من در اون نان گذر نمیکرد، نمیگرفت، لیکن عمر را میدیدم آهسته آهسته میگه همون نان میخورد. وقتی که بالایی که جای نشستم فقط زمین خالی بود، چیز پرتافتگی نبود. بعد از این میگه به جانب من گشت گفت چی هدیه داری؟ میگه لطمه گشاده کردم، همون روی ما
راهی هست که بغیر در شهر آذربایجان دیگر در هیچ جا پخته نمیتونند. اینا فقط کیبانوهای آذربایجان پخته میتونند و اینا فقط پادشاه ها میخورند، دیگر هیچ کس نمیخورد. عمر میگه وقتی نگاه کردم از این سخنهای من چنان میگه پیشانی ها رگه هاش میخیست. میگفت فقط همین مقدار است؟ گفتم بله همین مقدار است. گفت فقرای مسلمانی که بیرون مدینه زندگی میکنن اونها را کی حولا میتد؟ میگه گفتم آخه این باعث شماست. میگه گفت دستمالت جمع کن، این هدیه را برده به پادشاه بده، بگو اگر دفعه دیگر همچنان معامله به عمر میکند به خدا قسم رگه های گردنش میبرم. اینجا مسلمان ها گشنه و تشنه و حلوا را عمر بخورد. بین این خدا ترسی را بین. حضرت خوراک ملایم برای خود اختیار نمیکردند، برای که ترسی خدا داشتند. رأس کل الامر مخافت الله، سر همه کارها ترس خدا هست. ما و شما باید که در خودمان ترس خدا را جایگیر بکنیم. از خدا بترسیم، انشاءالله ما و شما هم در دنیا هم در قیامت البته سربلند هستیم. هیچگاه خواه در پنهانی باشیم برادرها، خواه در آشکارا باشیم، شما فقط و فقط تصور کنید که خدا شما را نگاه دارد. خدا در نظاره شما هست. چگونه که پیغمبر میگه اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنانی که او را دیده ایستاده ای، اگرچه او را نمیبینی او تو را میبیند، همچنان خدا را عبادت بکن.